الرحیم. به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. الحمدلله ما و شما حضور داریم در یک خانه خداخواد برادر. اول امروز خداخواد روزی خرسندی، روزی شادی برای تمام مسلمانان روی دنیا الحمدلله نام باشد. ایدی خداخواد مبارک رمضان. ما و شما خداخواد این اید داریم. امروز تمام مسلمانان در خرسندی شادی الحمدلله به عدد شکر. البته روزا را الله سبحانه و تعالی سالهای بسیار بسیار ما و شما نرسونند. خداخواد سوال شده ساده در حق خداخواد اولیای شور زمین، بعضی خداخواد کرامتاشو. البته این حق در عقیده خداخواد ماتوریدی رحمت الله علیه، یعنی کرامات الاولیای حق فی دار دنیا، یعنی کرامت اولیا حق در همین یعنی دنیا. الله سبحانه و تعالی کسانی که خدا خالص خدمت میکنن، تقوا میکنن، درجه اساسی کرامت تقواه، یعنی پرهیزکاری از شبهات. تا شبهات چیزایی که حرام نه، عادی ترین شبهات چیزها هم خدا خود پرهیز میکنی. همین اهل تقوا میگن انشاءالله. خدا خود از شبهات حرامات پرهیز کنه انسان سکسکه بعد همون درجه الله میتیش، درجه که دعاش اجابت میشه. بعد خدا خود کرامت را خدا خود نشان میتیه. من چیزی که در خدا خود تعریف بیان میکنن اون حضرت ما ندیدیم، لیکن خدا خود 74 سال وفات کرده گیان. فکرم 74 سال وفات کرده گیان. لیکن خدا خود بعض خصلت های خوب شونه خدا خود موی سفید و داملا ها یا که پدر خدا خود گوهی کاید میکردن که خیلی صاحب کرامت بدن انشاءالله. خدا خود من که آدمایی که گفتگی از زبانشو میگم یه حجت کردیم. من باید مقدس خدا رحمت کرده باشه شوفیر بدین، نه شوفیر بدین. اما وقتی گفتن یه روز اومده سردم که پیش خیلی موشین بسیار نبوده گیده دوری شوره این موشین ها الحمدلله این زمان های خوب موشمان آمد. پیش بتو با ترکتور و موشین های پیاده از برای مسافران ده بسیار خدا خواهد مذهبات چی دادگی، یعنی سبوکی دادگی ده. بعد میگه اومده سویم که حضرت رند اومده سیم. بعد داشتونه برداشتن نگه یک گفتم چی کارش میکنم گرفته های. میگه او همین موشنه 500 متر برفت، میگه موشنه مرد. من میگن حیران شدم هرچند زادی میکنن زادی نمیشه. بعد میگه حضرت رسیده اومدن پیشم. هم خدستون بچم چشید این بوم موشنه راست رفته که در جاش مرد. بیادبی کردی میگه که یک اطراف موشنه دور زد. انا که گفت زادیت کرد هم تجمه که در گرفت کو سوش کرد. میگه انا که میگه دلمی وقتی که گجا کور گوان لب بفته میدام که موشین نمره. برای موشین نمردن گفتن گجای اول خدمت هوایی میکردن. حتی روایت کردن در کوچه حضرت اکن مخصوص مگزین دور مدینو اساش نموندیم. اومده برفته بردم بگن که مگزین چیه؟ بای رحیم خدا رحمتش که باشه در محکم که برفته اصلا موندگی و برفته تخمش آوردن. من تا حضرت میگم برفتو نزدیک دوید که داری به هوشید میگن. میگن شما بوید نه ما فقط اصلا میگیریم. حضرت من از چه گفتم میگم تا پوشنش با محکم شد. الله سبحانه و تعالی همون بای میتیم با یک سخنی خوب گفتادن که وقتی گفتن حضرت اینه که بسیار آزار داده گیان. حضرت بسیار چندین بار قواشیده گیان. وقتی برای من داملا گفتنش دیگه پارتی شوره‌ای بود. خدا خواهد من روستا اومده. خدا خواهد بسیار داملا را حتی که من یک حضرت که تیم صحبت شدم 83,000 عالم را به قتل رسونده گیان. دوری شوره‌ای نباره پیشرفت نکردن اسلام 83,000 خدا خواهد عالم را به قتل رسونده گیان. حتی در بخاری شریف خونده سینند که منصفیدا کتیم همسمه میفتن که یک عالم همیشه باشه سر میخیزی که نیست.
همین خوفی هم بوده نشکرگی بدرگاش کردی هم خیلی اولی مورا هم خدا همین حضرت هم چند بالا بعدم بوی متیم بو خدا رحمتش کردی باشه میگه آورده کاش کردن و یک سخن گفتم میگه متیم با یک زمانی میشه که شما با پروپس میگذاری طرفی شهر گفتم میگه ما که نمیبینیم من اوزید میسوگنده وزیرت ساخت تماج نیده میسوگن پاسپورت نموشه ایجا برو نمیتونی حتی گفت میگه همین سنگای لبی دریا یک وقته پل میشه من همون سنگ نگشتیم که خونه سنگی کردیم دیوالی سنگی کردیم همه سنگ بینید این خدا خواهد چندین سال پیش حضرت خدا خواهد بکردن بعد یک تا بیکوه ویش نفتن که همین بچه هم گفتن 2 ساله بود میخور سال بود گفتن او میکرگیشی گفتن او خودی سگوری گفتن بعد میگه زن گفتن که آخر یک پیش همون جورت برش وقت پیش دومنو توی این او دوله بعد میگه اومدم میگه بنامه خونه ماید یک داشتی اومدم میگه که صبحشی دیگه ملیسا بدیم در هر روز خونه و بیشتر هم صبحش دیگه بعد میگه چی گپه میتیم الان بچه‌م خود او دوله هیچ گپی نه دانش یک شو گفت میگه دانش یک شو میگه صوف کردن میگه چیکار کردن میگه بس گفت میگن یک چه خیره من استش ده اومدی من در 4 تا تلاشم تا موندن نگه تا حالا در بودن نگه یک پس نمیگه جوشیدم با تلاشت تاش میگه کشته گفتن که باید مهمون بو میاد اما درجه بعدم شیشت چه گفتن که با میگه همین بچه ترا داغ میکنه اینه من میگه حیران شدم که داغش چی باشه چون که کلمه ما اکثرش نمیفهمند یا برادر ما شما اکثر وقتی که ما با که پرگم میزنیم اکثر من میگه حیران شدم داغ چی باشه وقتی که بچه میگه 18 در اومده میگه وفات کرد میگه همین خیلی سوختم که میگه ای سوختم و طاقت نگه که لزر بود میگه چند ما میگم زندگی کردم ای سوختن میگه یا همون هزار سو که میگه بچه داغ میگه من گشته نپرسیم که این داغ چی باشه چی باشه میگه همین خشتم که میگه که حتی کوب اومده میگه چند وقت کنده میگه بعد صبر میفتم همون هزار میگه که بچه تره داغ میگه نبینید حضرت خدا خواهد انشاءالله صاحب انشاءالله کرامت بدن شد حضرت انشاءالله خدا خواهد یعنی خصلت های چون که علم خوندگی یا انسان علم خونده تقوا که الله سبحانه میده من یک پدر میگم تو پدر کرامت شه ذکریلا قزخیاق میشناسش خدا خواهد ذکریلا دوملو ابراهیم شرق آباد حضرتان خدا خواهد الحمدلله وسیع دارن خدا خواهد به حق رسیدگی بعد میگه و یا اومدن یا که من رفته خونش گفته یک دوملا رفته حضرت زیاد که میگه بعد اومده گفت میگه که ذکری جان دوملا ابراهیم سخن گفتی دو ذکری چه حاضر میره میگن که دوملا ما روزه داریم تا هم نمیخوریم میگن بعد میگه وقتی که ما اومدیم میگن اومده بعد پدر بینیت دوست میداشتن دوملا ابراهیم بینیت حرمت چه به جا میآورد الحمدلله گرچه کلون سالم باشه نه که حرمت چه میکنن دارو بعد نگاه اومده خستن خودشو خدمت میکردن با شده میگه بمیدونه که بعد میگفتن که ما روزه داریم اون رند مسئولیت کردید یا از خونه دوملو مهرم نکنید هر تم روزه خیلی گفت میگه که من شاق شده میگه چی گفتم من حد نیست میگه بعد میگه بعد خدشوی پر خورده میگه بعد گفت میگه دیدی حضرت تو چی اندازه خدای تو درجه دادگیه من برای سنجش کار کردم حتی اینکه بچنین و او پدر میفتم من هم صحبت میشه حتی دوملا عبدالصادقی و کتی هم من ظالم چیکار هم صحبت میشیدن من خیلی نفتم من با مادم هم صحبت چیدگی هستم چندین خدا خود دوستای خدا کتی حضرت الحمدلله پدر یکی نفتن این آزور نکنه دیگه هرچی نکنه خدا خواهد نمیخواستن که شونا در بین مردم معرفی کنن حتی دیروز خدا خواهد یک همین یک مشیده سوده خدا پیش سفرم لیکنه نشدن که یک بچه اومد بعد گفت که پدر تو یک خصلت شگون گفتن پدر گفتن عرخره وقتی گفتن پدر تو ای حج اومده که اومدن بعد همون شب عرق خوردگی
و سر موده شده که نرا دومو قبول نمیکنه نمیرم میگه. بعد پدر مادر که دروازه محکم که یک آدم میاین ندروید. مدیم در محکم نکردیم در محکم و 3 روز نخوردیم. خلاص نخورده او بوزی که عمل کرده. بعد باب رفتیم. بعد برنگه استفاده دروازه کشیده بوده مادرمون. دروازه کشیده یک جوان میآید. حیران شده میگه ببینید تو چه اندازه الله سبحانه و تعالی بعضی خدا خواهد بیانده چی میتیه الله ای سبب خدمت کردن شو خدا خواهد انشاءالله ای سبب پاک شدن شو حلق پاک شو انشاءالله خدا خواهد دعا اجابت نشه. من یه دیگه با یعقوب جان من خدا خواهد زنده هستن ظریفوف حضرت خدا خواهد اولیا دوملوی تویر اکس گفتن که همین اما که ایوب جان وای بدین یا پیش پوچکاش هم وصیت بدین. بعد میگه یعقوب جان ارمیا گسرش کرده میگه اومدم که میگه که حضرت میگه کوچه دیدم یعقوب جان چیکار کردی ایوب جان گسر کردی چکی گسرش کرده مایب شده میگفت میگه یک ما بینیم مونگزشه پوچی بالا مایب شده چکی گسرش کرده نگی کردی میشین بیادم مایب شده میگفت میگه دیا دیدنی الله سبحانه و تعالی و کسانی که پر خدمت میکنن خدا خواهد همین خیلی کرامت را خدا خواهد میتیه شد. همین خیلی کرامت و اینو حق این هیچ کس انکار کنه نمیتونه برادر. عقیده خدا خواهد موش مونده عقیده موتوریدی خدا خواهد این مشهور اشعریه موتوریدی دی عقیده. اگر عقیده کسی که ندونه 1000 سال میگه تا عبادت کنم قبول نمیشه. عقیده چی؟ باوری به خدا. از من شما با یک سخن میکنم دیگه که لای دایره میریم وزی لای دایره میریم خدا خواهد انشاءالله دیدم من میریم امامو میگیم که خدا خواهد همجا گذشتن در کار کسی که اعتقادش به الله های خدا خواهد همین بسم الله الرحمن الرحیم گو نتاز گذشته میره نیکی ما باوریمون نیست باوریمون نیست اما خودم اعتقاد نه به الله باوریمون نیست. من سایدان پارت افتم روز افغانستان ببینید یک حضرت افغانستان دیگ توشیده است ورق هست دیگی مرکه خیلی اومد انده دست کتی کفت روغانه با دستاش بر روغان شفت نشون داد چون گفت من به الله اعتقاد دارم از ما شما لای علا بریم خود اتخوال میشه خدای من میکشه نگو در دل ما لرزه که آدم دست تو کن اگر من میسوزم شما بعد که الله نکی دوده میشوی اعتقاد نه خدا خود نمیسوزد است. مکاشفت القلوب کتاب شنده امام غزالی در یک حکایه های حضرت عیسی علیه السلام یک کس دشت نمیبینه که لوب لیچکه هیچی لباس نداره بعد میگه خداوند حضرت عیسی این بندت بگی لب لیچکه خداوند گفت که اگر کار دتکش نمیدونه چون که این درش قیمانه این لیچک بدنش این وقت ساعت گذشتنش این فرق نداره این در حضرت کارچه اتقش که نمیدونه و چون که درش قیمان مسته دیا چون در عشق الله شدن باید خدا خواهد انشاءالله الله همه طرفا خدا خواهد کار اجرا کندن میگیره بنابراین ما و شما انشاءالله خدا خواهد همین درجان رسیدن ممکن برادر اگر ما هم چی داشته باشیم اعتقاد به یگانگی توحید الله نه خدا خواهد اعتقاد داشته باشیم نه ترسیدن کار خدا خواهد انشاءالله کرده بودیم. یک حکایه را یک حضرت گفتن یک جوان رفته ساده میگن پیشنه کوه اصلا کتی رفته ساده میگن پیشنه کوه آدم ها حیرون و این کوه این کجا میره توش حضرت همه میگه با خنه دیکر است میگه همشه اصلاش کم باید کود میکفه میگذره میره نفسانه نیست برادر این حق انشاءالله خدا خواهد اگر همین شور زمینی ما و شما همه ما اگر به الله خدا خواهد پورا کاملا باید کرده که از تحت دل دو کنیم خدا خواهد انشاءالله این مرکز شور او میبرایم چون ما هیچ خود نداریم نشیدوشه نمول نکره نمیشه بگه نکره نمیشه چیه میتونه خودش بگه گیجا میتونه خودش فلان میتونه خودش
اگر ما اعتقاد پرا کاملا چی داشته باشیم مثل انام حضرت ها خدا خواهد بالا داشته باشیم خدا خواهد با عبدالله ها گفتگی آدم بودن خصلتشون رو ببینید عزیزای خدا را ما میدکی میشه قدشون دراز بودن پیشی توری مسجد نکنم اکه سلیم جانو باشون یک پوچش رو در درنی محسی میتکدن یک پوچش رو میبراوردن کشون بعد دونه بیتن که خیلی مخی حضرت خیلی خیلی هر چه بروره یا که اینجا آدم و خندن گنام ریزه خیلی دیوانه صفت میکرد یکی در یک روز خدا خواهد چندین حضرت ها زیارت کرد میومدی آدم میتن که همون میبینش که در این جای همون میبینش که در 2 کیلومتر دوستر نه همون میبینش که گوشه یک حوله و یک شب رفته زیارت کرده گشته میومدی چون که میگه که دوستان خدا نیست لیک از خدا جدا نیست همین شیطان لعین بینن شیطان ملعون در یک مجزدک شدن تمام دنیا را دار زده میبرمده یک تیمی عملیات داری دشمنای خدا و دشمن خدا داشتن در یک بلکه دوستان خدا نمیتونن پیغمبری بزرگوار ما شما محمد صلی الله علیه وسلم در یک مجزدک شدن کجا رفت؟ معراج رفت حتی راویان میگه که وقتی که محمد علیه السلام معراج گشته اومد حتی زلفین در آرام نگرفتگی بود جای خوابش میگد گرمش نرفتگی بود خدا قدرت داره انشاءالله خدا خواهد اون سلطان هرچی خواهد او کنند پیغمبر ما شما خدا خواهد در مدینه استاده خدا خواهد در مکنگی 450 کیلومتره مصلحت آدمو رو میشونید برای محمد چی کار کرد محمد پیش تو پیش یخی بود خب الله موجز دادگی بود اولیان کرامت دادگی بود مثال یا بینید چون که دوستاش هیچ وقت خدا خواهد در یک زمان در خواد نمیکنه خدا خواهد انشاءالله یک برادر روایت کردن چقدر صحیحش است یک آدمی نمازونه قوا میکنن قواش میکنن در سیبیر ایت ذکر و عبادتش دیگراش غش اومده بیر میگه پرده به شب بیرون در خیز پیسا بخرش میبرن میپرده میگن وقتی که سحر میگه میبرن که در بغل خیز خواه حضرت گرمک نبیده خدای تو حتی چی داریم؟ قدرت داریم خودش تکیه کنیم انشاءالله و ذات خودش توکل الله خدا توکل کننده رو دوست میداره خدا خواهد توکل کنه همین کار میشه خدا خواهد ما شما نمیشود فقط باید که ما اعتقاد خدا خواهد با الله نهایت مستحکم کنیم خدا خواهد انشاءالله نون هر کی کارش از برای خدا بود از خدا تشریف بسیارش بود اگر کاری باید ما برای خدا باشن خدا خواهد همه کار تا آسون کردن میگیرد همه کار پیش رفتن میگیرد همه کار اجراش در میگیرد چون که همون ذات میکند دیگه هیچ کس کار نمیتونه چون که و حی الذی لا یموت و ای خدا همیشه زنده نمیمرد خدا خواهد انشاءالله ما شما وقتی چه دنیا یک ایستگاه های خدا خواهد ما شما وقتی چه 5 سال می 10 سال می خدا خواهد 50 سال می 80 سال بعد چیکار میکنیم میمریم نه که الله نمیمرد خدا خواهد انشاءالله بنابراین ما شما نباید به الله اعتقاد خدا خواهد مستحکم کنیم فرمان الله خدا خواهد بجا بیاره گفته خدا کنی میگه شاد شوی گفته شیطان کنی خار شوی اگر گفتی رحمان کنیم خدا خواهد الله شاد میشیم این دنیا اونم درجه ها میتیم ولی اکثر علما ایروی چی درجه که رسول از علم و خدمتی الله الله خدمتش بیکم و کس خدا خواهد این ما شما خدمت میکنی اگر درجه میگیم نماز در وقت ادا کن 3 کار خدا دوست میدارد 3 کار یکتش از صلات لی وقتی ها نماز در وقتش 1000 خون کار داشتم در وقت نماز ادا کنید خدا دوست میداشته ما شما دیگه پدر مادر خدمت میکردگی بچه ها را الله دوست میداشته چون که بعدی خدمتی و خدمتی پدر مادر نیست برادران اگر ما شما خدا خواهد خدمتی پدر مادر کنیم و یا رازش الله ما دوست میداشته سیب از جهاد و فی سبیل الله کسی که در راه خدا جهاد میکنه بعد انشاءالله
یعنی خدا شهید می شود. امروز خدا خواهد که اون جهاتا در ما و شما نیست، لیکن امروز جهاتا چی است خدا خواهد؟ من نماز در وقت ادا کنیم، الحمدلله، مسجد آباد کنیم، خدمت پدر و مادر کنیم، انشاءالله دائم قرآن خوانیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیثاش عمل کنیم. این هم یک جهات است. الحمدلله گفتم که با نمود جهات است. من حتی هم بیماری کلنی روز که وفات میکنه گیام یک درجه شهید میشود. با 8 نمود شهیدش یکتش انمی بیمار کسی که اگر نماز خون باشه عبادت کننده باشه، پای طهارت باشه، خدا خواهد بی نماز نه، نماز خون پای طهارت کتی خدا خواهد. حتی زنهای ما شما از ما شما بلندتر نزد الله قدر دارن. زنها ما حتی شهید میشن. کدام وقت زن شهید میشه؟ وقتی که خدا خواهد در ولادت کودک تولد که هستگیش نه، مبادا اگر مرگ فرا رسه، مبادا فرزند کنه تونسته، اگر پای بطارت با حجاب خلاجو باشه ویم شهید میشه، یا دمگه درد، یا که دل درد میشه خدا خواهد انشاءالله، یا که در او ناخواست غرق میشه. دیگه امروز زنی غرق که خط بوده دیرون نپرته به جوانی مرگ میشه، غرق نمیشه هیچ درجه نمیکنی، یا خط خودت افکند و این درجه نمیکنی و این ناخواست میسون گفتن شتیم که یک باره خونه میگردن، یمکنه من تا خونه تو سیف زیر سقف زیر میکنه اما میمریم شهید میشیم. نیکی میدونی که هم خونه اولی حالته، اولی حالته تو در تشنی جوان مر میشه، شهید نمیشه. یا که گفتیم که در باب حدیث صحیح شرح نکی، یا که رای گذره ماشین گذره برفتم در خوره اتوکل الله شهید میشه، نه جوان مر میشه. ولی این چیزا ناخواست. ولی پیامبر میگه که محمد گفت با آوازی بلند در توکل پای اشتر را ببند. محمد میگه با آوازی بلند گفت میگه برای توکل کردن خیلی دل میگه و ثم توکل. اول میگه اشتر را بند و خشکل کنی شو بعد توکل که بره میگه. مثلا ما شما گاز میبریم و کنه سر میدین توکل الله. اگر خودش بره بگه توکل نمیشه. و خدا خود باید که ما شما اول چیکارش کنیم؟ خوبش کنیم. اول میگن کو چیستا محکم کو همسایت دزنک چی معنی داره؟ اول چیستا خوشو جای نمون خدا خواهد میگه که انا توکلم خدا خواهد نمودها داره برادرم، این درجه ها داره خدا خواهد. اینا ناخواست میشه. من با احرام خان خدا خواهد خدا مبارک شونن یکی داملای بهترین ما و شما درگیم که دریا غرق شدن و یا آب میگین افتشیدن و یا انو و یا خدا خواهد انشاءالله درجه دارن. یکی این خط رفته پرتایی به درجه نداره برادران. ولی این خدا خواهد ما و شما وقتاتنا بسیار نمیگیریم، همه ما انشاءالله خدا خواهد چکا کنیم همین درجه اگر ما میم که یگانه خدمتی که کردن در کار الله سبحانه و تعالی کنیم. در وقت خدا خواهد فرمانوش کنیم، در وقت خدا خواهد نماز کنیم، از حلال و از حرام و شبهات اگر خدا خواهد پرهیز کنیم انشاءالله الله سبحانه و تعالی ما شما این درجه ها خدا درگاهش کشاد است. خدا بدادن کم نمیشود و شما را به درجه تا بلند کردن کم نمیشود. ما و شما موافق خدمت ما اجر میگیریم برادر، موافق هر کس خدمتش. ولی حضرت موسی نمی دریا برفت گفت که من علم بلنده، نه دریا رفته نشانش دادن. هم یک گنجش که اومده هم یک تزد یک قطره گرفت گفت که خداوند انا میبینی که بحر گفت این علم منه، یک کس گفت یک قطره، یک کس یک کاسه. موافق حرکتش موافق غیرتش الله سبحانه شمیتیه خدا خواهد علم میتیه. ایمک ما و شما وکات شما و یک شیاره باشه که میده زاونم نمیگرده، حرف خونده نمیتونه، نه خدا خواهد همه زاونش میگرده. 28 حرف یاد کنی چیه؟ پلیس هاش هم میدونی خدا خواهد تا قپیده هم با میدونیش 2 تکمه 3 تکمه و 2 تا حرف A B T C یاد کنیش مش زبانش نمیشه ای با ایش. کتاب خوندم لیلی مجنون خوندگی ماما، لیلی مجنون داستان شه. لیلی مجنون بسیار در عشق لیلی چی میشود؟ عشق میشود. حتی در سنگ
نوش نسته سجده میکنه. یا یک سگ ای در سوخ نمیره، یک سگ ای همون سوخ اینجا اومدن بعد مجنون قبضه و بوسه کرده که تو بوی لیلی میکنی. به یک زمانی میشنه که لیلی مرده، لیلی مردن بعد مجنون هم پشیمون شده. کاش که همین عشق درده الله میکرد. این مخلوق نیست شونده بده، کاش که همه آدم پشیمون شده. ده اشاره بچیه این عشقی که الله داره انشاءالله خدا خواهد اینو همش درجه داره. این در این دنیا الله مرتبه شما رو زیاد میکنه. فقط با در آخرت چی؟ دیدار جنت انشاءالله خدا خواهد. شفاعت رسول کتی هم صحبت شدن. این دو رکعت نماز ما شما خدا خواهد انشاءالله. این همش به خدا خواهد کار نیست. این همش خدا خواهد مکافات های عالی داره در پیش. این دنیا نم خدا خواهد کم تقیم داشته باشی صاحب چی رسوده؟ حرمت محلنده صاحب عزت دام لاد میگن صاحب قاری اکر میگن یا دیگر خدا خواهد انشاءالله ملکاش نفوت کردن یا که خطی نم صحبت شده این هم یک درجه الله. ببینید همین خدا خواهد من شما اندک علممون هم باشه حرمتش کنیم. علمت میگه اندک است قدرش بیدار که در او علم هست قدری بسیار. اندک باشم یک بابی تولد میدونی حالا مستحکم قب این که یک نماز ترس میدونی بسیار مستحکم قب شکوه. این همه چی داره درجه داره انشاءالله مکافات داره خدا خواهد. برامین صحبت کنیم انشاءالله صحبت بسیار از خدا خواهد. البته الله سبحانه و تعالی امروز در این روزی شادی در روزی خورزندی خدا خواهد من خب حضرت ها چندیش خدا خواهد به یاد آوردیم. البته علما خدا خواهد ستونی دینن الحمدلله علما صفحاش زیاد کنند که الله آهسته آهسته علما را از دنیا گرفته است. چون که دنیا قایمش بچه ها چیز می شود یکیش علم علما کتی. من خدا خواهد دعا کنیم گوشه که یک علما باشد دوستش داریم خدا خواهد از غیب در حقش انشاءالله دعا کنیم. از غیب انشاءالله خدا خواهد حقش سخنهای خوب گیم. چون که دوست داشتن علما از چی است؟ از ایمان است برادر. حتی سوره خدا خواهد ویلول هم میخونیم دیگه هم یک مایش نه استعیذ بالله ویلول لکل همزه لمزه دیگه وای بر حال آنانی که اخلاق همزه لمزه داره. نگه اخلاق همزهش از عقیب علما غیبت میکنن یا که در روی علما دشنامه میکنن. ویل گفتگی خدا سبحانه و تعالی. چون که علما چی هم؟ میراثخوری رسول الله صلی الله علیه و سلم. چون که از پیامبر سلام دلار موندگی نیست، پول موندگی نیست. چی موند؟ علم خدا خواهد. کتاب قرآن از محمد صلی الله علیه و سلم برای ما شما یادآوری. برای این چیزا خدا خواهد علما را همیشه خدا خواهد حرمت کنیم، همیشه عزت کنیم. عینا خودمون رو حرمت کنیم. یکمش خدا خواهد ان شاء الله. خودمون رو حرمت کرده خدا خواهد. یعنی علما را حرمت کرده خدا خواهد. تونیم خدمتاشو کنیم. انسان با خدمت کردن درجه میآید نبرودیم. با خدمت کردن درجه میآید. حسین واعظ کاشفی را ببینید. جلال‌الدین رومی وقتی حکایش برای شما میگم خدا خواهد دعا میکنه. جلال‌الدین رومی وقتی که مدرسه میروند درسگویی رنده شمسی تبریزی گفتگیه که علمای بزرگ اسلام های نزد دروازش نه گلوش نه آوریخته میستن. جلال‌الدین رومی حرمت نمیکنن. سلام نده شب از گذشته میروند. وقتی که میروند درس نمیشنه که هیچی نیست کردن. هرچند حرکت میکنن علم نیست. حیران میشن چی موقع شد. بیاد که میگم یک رنده یک شیخ بود میگن من بودو بیادبی کردم گشتم میگن که شمسی تبریزی هم گلوش نه آوریخته بند میگن که السلام علیکم بوجو میگم و علیکم السلام و رحمت الله. چیکار بچم یک استگون کردی میگه بوجو همین رفتم میگه در دست چیزی هیچی نمیآید. هرچند حرکت میکنم هیچی نیست. گفتن انا اون شوخک گله دیدی خوازکه انا علمی ته دیگر بیادبی نکن. حتی قوازه که گرفتن زمان علمش با جوش میدن. همین حضرت که ای دعاش کردی خدا خواهد علمت گم نشه. اگر بی تعطیلی کنیم نسبتی به خدا خواهد ناپسندی کنیم نسبتی به بهتان و غیبت و تهمت کنیم.
چونکه دعای وی ها اجابت شونده برادر. دعای وی الله سبحانه و تعالی همیشه اجابت میکنه و یا صاحب چیان کرامتن، صاحب اجابت دعا هستن. جلالالدین رومی تا حیات هستن خدمت همون حضرت میکنن تا حیات. تمام ایجادات چه برمی شمس تبریزی نیست دیگه. میگن که ما شما افت نگی پول نگی دعاگی. با دعا میگد آدم میسبزد، به هوا میگد گیاه و رستنی ها میسبزد. سبزی شما با دعای خدا خود چیده استازا، با دعای خدا خود انشاءالله همون بزرگان اسلام کدید ما شما هم سبزیش میکنیم. الحمدلله خدایش کرد. این استاز هم میدونه، استاز هم یک طرف نظرش یک کتابه. کتاب که دیدن شما را از شما روزی شدنش خدا خواهد انشاءالله کتابه. امام اعظم رحمت الله علیه بیدن بچه شدن پیش یک استاز نداده دیگه سوره فاتحه یادش داده دیگه. سوره الحمدلله حضرت 1000 دینار پولش داده دیگه. دینار پولی طلاییه. 1000 دینار من یفتین حضرت یک سوره فاتحه اندر همیشه پول حتی یک سوره فاتحه ولی حساب نمیکنی. از وی گفته بود دیگه پیش استاد نمیگی تو حالی سوره فاتحه پسند نداری. ببینید تو چه اندازه خدا خواهد یک سوره نه یک تا بسم الله مالی معنیش کو باتش نمیرسه. بسم الله الرحمن الرحیم اگر خدا خواهد علم زور باشه ساعت ها خدا خواهد بله شما تفسیر کرده میتونی چیزا ساعت ها. حضرت علی یک جا وای رفت و دیگر خطو بسم الله خونه دعا کرد دیگر چی نخون بسم الله. تو اگر این درجه بسم الله بدونی و این خدا خواهد معنی اگر بسم الله با آخرش ترسی. ولی بعضی موضوع میشنیم که هم حرکت اگر سگ آدم بایتر داره اگر سوره کلون خونه نکرد داره افتریته میشه. ولی قدری سوره خودش نمیدونه که چه که یک تا هر کش خدا قدر انشاءالله 1000 درجه داره. باید بوجیدو میکردم من رفتم و پیش من وای خود چی خوند یک سوره هودی خوند. تو کی هستی تو اصلا تا یک قطره منی تو خوش مای بوچه تو تکیه میکنی با وای اینا سوره ندم یک تا الف لام با دعا کنه فقط الله قبولش کنه اگر درجه ای پیر افطار میکنن دیوان اوه پیر افطار میکنیم وای این مرتبه ها رو بینین این نغمه ها رو بینین نوزن بالله من الذالک یک تا هم سوره بسم الله خونه دعاش کنه. همین بسم الله هم یک آیت برادر. بسم الله از سوره فاتحه نیست. بسم الله خودش بسم الله یک از آیت ها گرفته شدن. خدا خواهد قرآن زیبش دادن زینت دادن زین القرآن بسم الله الرحمن الرحیم. یک آیت خودش الحمدلله بسم الله هم تا دعا کنش نمیگه سبحانکه بعد اون خونی اگر این چی خوند هستش میگه و یک آیت آخر سبحانکه یک موسیقیت که تیه هم صبح شده. بعد من سوره فجر خوندم. سعیز بالله علم تره کیف فعل ربک بعاد. ولی خدا گفته که همین سوره علم تره کیف نه عربچه پشکر چی دیگه وقتی از سعیز بالله علم تره کیف فعل بیا صبح فیلته یاد که کوی و همون زبسه دوبلا علم تره کیف نه عربچه پشکر پنجم تو بچه کوی همه سوره فجر عربچه پشکری نیست. یا موسیقی که بحث کردم میگه فوتیه سوره اخدامه اخدام اینه معنیش من میفهمم و این عربیه دو با این معنیش چخله نه اخدامه الحمد چون که اعتقاد و محبتش بچیه که بعد دایم خونده گشته در قلبش جا کرده گو که اخدا شوه الحمدلله همه سوره اخدای ما و شما میشه آیسته آیسته اگر ما حفظش کنیم یادش کنیم خدا خواهد انشاءالله. ولی همین خدا خواهد از نادنیا بعضی مسئلات چی میشه پیدا میشه خدا خواهد انشاءالله. البته خدا مبارک شونه بگیرم که اعتقاد چی دارن الحمدلله گرچه یک تا سوره هم دونن یک تا هم دونن خدا خواهد انشاءالله اعتقاد به الله دارن محبت به الله داشتنش ایثار که از نمیه که نه خدا مینا الحمدلله بیادت شکر. خدا خواهد من و شما ما که جوانا خدا خواهد حرکت کنیم قرآن خونشیم حرکت کنیم ای بین قوم ما که خوری بروریم خدا خواهد انشاءالله. خوریگی درجهش به نهایت بلنده انشاءالله خدا خواهد.
یا قولی ها که براریم انشاءالله با از ما اون علمای زور خدا خواهد براریم الحمدلله خدا خواهد بچه همونه که تعلیم تیم خدا خواهد زن همونه خدا خواهد تعلیم تیم خدا خواهد زن همونه حجاب باشن شروع کنیم خدا خواهد انشاءالله نمازاش هم بسیار شوشیم بسیار زن همون نمازاش خدا خواهد اکثر وقت قضا میشده یکی کار نه فقط ما کارش میفهمیدیم نماز اعتبار نمیدادیم برادران با یک شیور از زنکو برداشتن که نماز زن و بعد یک ساعتی مرد نه اینطوری که جوش نیست اما فرض یک خیلی از اون گفت زنها تو رو بین که از اون که گفت زنک خیلی ساعت 12 میشه تارت که خدا خواهد تیار شد از اون بانک مسجد که شد نمازت کاملا بخونید زمان زنک جدای زنک فقط نماز در جا فرق دارد در بعض رکناش فرق میکنن دست قپیدن دست موندن رکوع سجده نیسا فرق میکنن دیگه وقتی نماز خدا خواهد یا فرضیتی و اینم همون فرض و فرضه بندم در این نماز عورتش محکم کردنش قرائت این زمین گیم که رکوع قیام همون فرضا و اینم همون خیلی فرضه خدا خواهد ولی همین خدا خواهد زنها را البته علم آموزونه زنها را یکم علم توحید خداشناسی علم نماز علم حیض علم نفاس چونکه بیماری هاشون باید که بدونن که در این بیماری کدام حالت نماز میخونن در کدام حالت نماز خوندنش درست نیست حتی که جاگه خوابش درست نیست بعضی مسئله های وقتی که بیماری ها میشه ولی همین این سال خدا خود حتی که همین مسئله در صلات مسعودی میگه که دونستن مردکا هم همین علم حیض و نفاس فرض بده سبب که ما هم ناخواست ممکن نزدیک شدن ممکن گناهگاری داره یه مثال پستم با کبر زنک صحت است یا که نیست کلام حالت نست بیمارین دستیم یا که درستیم پیش خواه رفتن خود این مسئله ها شما هم دیدن تو در کار بده خواهد بریم شما هم دونستن تو فرض بده خواهد زن هندم عینا همین 4 علم ضروریه آموزش خواهد یکم الله شناسی سوره اخلاص خدا خواهد در قلبش جا کنه اخلاص همه صفات الله بیان میشه خدا خواهد انشاءالله یکی دیم نماز خدا خواهد ترتیبه که زن ها میخونن اون نماز رو خدا خواهد پرک کاملا عینا عورتاشو محکم شود عورتاشو بعضی جاون ما شویش دستم یک خیلی مهمانی میدونه که داخل همین نوشنت لینگیش بسته تانی مالش نه یا که آستینش بانجا بردگی پوچش بانجا را من خدا الله قبول نمیکنه چون که عورت زن ها و عورت نسان کل بدنی ها الا وجه و الکف و القدم فقط رو و کف و کفی پوش عورت نیست خدا دیگه همه جوش عورت برادر ولی نماز میاد همه جوش محکم شد عینا ما و شما چیه ضرور واجب که چیش نمیرسه همون نماز نه باید که ما اعتبارش دیم رومال ندارمی رومالی کلون ندارمی لباسی دراز ندارمی خریمش خدا خواهد انشاءالله خریده گیم که 2 متر نه گیم 4 مترش خریم یکی زن اگر 4 متر کتیل لباس کت مثل شرعی کن چون که ما و شما خدا خواهد دستنگری ما و شما که در وقت نماز در وقت عبادت این مسئلهشون پرتش کنیم هم خدا خواهد اعتبار داده هم این ضروری مسئله عمل کردن خدا خواهد حرکت کنیم همیشه خدا خواهد سربلند باشیم الله سبحانه و تعالی مناسب بیاد با روزهای خوب روزهای خدا خواهد یک نیکنده با الله اگر خدا خواهد فرصت یا هم صحبت میشیم همیشه سربلند باشیم این خرسندی برای هر یکی ما و شما خدا خواهد مبارک شود خدا هم با طفلی این خواب ماه رمضان این سال پرفیض کنند سال خدا خواهد پل برکات کنند الله سبحانه و تعالی تا سال دیگر الله با اگر زنده باشیم خداوند رسونم با یک خدا خواهد سال دیگر روزه گرفتن خدا خواهد انشاءالله یعنی عبادت را با مستحکم کردن برای همین کمر همت مستحکم بسته خدا خواهد فرمان الله بجا آورده گشتن گیریم هیچ وقت خور نمیشه هیچ وقت خدا خواهد زور نمیشه یکان کس نه خدا محتاج نمیکنه انشاءالله خدا خواهد برای همیشه سربلند همیشه شاد و خرم باشین آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین
پاک و پروردگار چی مسئله که ذکر کردیم اولا به هر یکی مایان عمل کردن و میسر بگردانی در دلهای مایان نور ایمان نور قرآن نور اسلام را جایگیر بگردانی همیشه برای راست برای صراط مستقیم هدایت نمایی توفیق طاعت و توفیق عبادت کرامت نمایی ثواب شه به اهل همه خاندان همه اهل جمعیت گذشتگی اشنا خدا خواهد طریق رحمت شایسته جنت بگردانی ما زنده ها را در حفظ و پناهت خداوند خودت نگهبان باشی صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک.